بسم الله الرحمن الرحیم. نجوم مقدماتی، ستاره‌های پیراقطبی. اگه این کره سماوی ما باشه و این راصد و ناظری که در مرکز این کره سماوی هست، این هم افق سماوی ما که راصدی که اینجاست فقط این نیمکره بالایی رو میبینه، کره زمین مانع از دیدن این نیمکره پایینی میشه. این هم قطب شمال یا قطب کره سماویمون. این استوای کره سماوی دایره عظیمه است که بر این محور دوران عموده. راصد یا ناظر در مرکز این استوای سماوی قرار داره. این نقطه غرب میشه، این شمال و این هم جنوب. پس این افق سماوی ما شمال و جنوب و غرب و شرقش با توجه به این قطبی که در نظر گرفتیم مشخص میشه. اگه یک ستاره دلخواه اینجا در نظر بگیریم، محور دوران زمین این هست، یعنی زمین حول این محور به این سمت داره میچرخه به این شکل. بنابراین ما ستاره ها رو میبینیم که خلاف این جهت دارن میچرخن، یعنی روی این دایره صغیره به این سمت دارن میچرخن. یا مثلا ستاره دیگه مثل این ایکس روی این مسیر دایره صغیره حرکت میکنه، جهت حرکتشون رو به این شکل میشه مشخص کرد. ال و ام رو میگن نقاط گذر، این رو میگیم گذر بالایی، این رو میگیم گذر پایینی. این ستاره ها حول محوری که از قطب عبور کرده دوران میکنن. به این ستاره ها در صورتی ستاره های پیراقطبی میگن که این پی ام، یعنی فاصله تا قطبشون، فاصله از قطبشون کوچکتر از پی ان باشه. پی ان اینجا همون عرض جغرافیاییه. پس فاصله قطبی یعنی فاصله از قطب اگر کوچکتر از عرض جغرافیایی باشه، اینها رو میگن پیراقطبی، یعنی ستاره هایی که غروب ندارن، همیشه تو آسمان هستن، فقط دور ستاره قطبی در حال دوران هستن. ستاره‌ای که مثلا اینجا باشه بعد از عبور از اینجا غروب میکنه، یعنی میره زیر افق. ولی این ستاره‌های پیراقطبیش وقت غروب ندارن. خب اگه ما فاصله سرسویی گذر بالایی رو بخوایم، فاصله سرسویی گذر بالایی یعنی این، یعنی فاصله تا زد، که اینجا طبق شکل این دلتا یعنی زاویه میله. خب از تا این استوا رو این میشه همون فی یا زاویه عرض جغرافیایی. بنابراین زد ال که میشه پی ال منهای پی زد برابر میشه با این فی منهای دلتا، چون ما این رو میخوایم، میشه فی منهای دلتا. این فاصله سرسویی گذر بالایی. زد ام فاصله سرسویی گذر پایینی، ام نقطه گذر پایینی بود، فاصله سرسویی گذر پایینی. زد ام میشه پی ام به اضافه پی زد، پی ام به اضافه پی زد. با زد ام رو میخوایم، این کمان آر پی تی 180، از اینجا تا اینجا فیه، پس 180 منهای فی میشه این. حالا ما از اینجا تا اینجا رو میخوایم، اینم دلتاه، پس زد ام میشه 180 منهای پرانتز فی به اضافه دلتا. این هم فاصله سرسویی گذر پایینیه. اما ارتفاع گذر بالایی یعنی آیس ماکسیموم میشه 90 منهای این که میشه 90 منهای فی به اضافه دلتا، و ارتفاع گذر پایینی میشه قدر مطلق 90 منهای زد ام، یعنی 90 منهای این که اگه حساب کنیم میشه فی به اضافه دلتا منهای 90 که این میشه ام ان، این میشه ارتفاع گذر پایینی.